با سلام و عرض خدمت شما بزرگواران. 20 شنبه 15 ماه هستش. چند تا از خواهر و برادران بزرگوارمون زحمت کشیدن و واسه دوستان و دانش آموزان از این مدرسه دوشک بادی ویژه فرستادن که قیمتش رو به اندازه یک سالی مستمری هستش. اول اینکه ازشون خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم. در حق این بچه‌ها خیلی بزرگواری کردن، خیلی لطف بزرگی کردن. این کمکشون هیچ وقت از دلم نمیره، برایشون همیشه آرزو دعا میکنم. و الان میخوام با حضورین رئیس اولیا و مدیر محترم مدرسه‌مون آقای رشیدی و آقای شفیع‌زاده تقدیم اینا میکنم. بچه‌ها قول بدین که واسه این خواهر برادرمون آرزوی موفقیت و دعا کنیم. من قول میدم که آرزوی موفقیت کنیم. من کسانی که زحمت کشیدن و واسه این بچه‌ها لطف کردن، آقای سهیل، آقای امیر، آقای کیوان و آقای میلاد و خواهر گرامیمون خانم آرزو خیلی زحمت کشیدن و واسه این بچه‌ها دوشک بادی فرستادن. و آقای شفیع‌زاده، آقای رئیسی، شما حرفی چیزی ندارید؟ به نام خدا، منم سلام و عرض وقت بخیر دارم و تشکر قدردانی میکنم از زحمات این عزیزان که لطف کردن این اجزان ما رو شاد کردن. امیدوارم که دلتون شاد، لبتون همیشه خندان و برکت به مال و رزق روزیتون برسه. خوشحال کردید بچه‌های ما رو، خدا هم شما رو خوشحال کنه. امیدواریم که این تداوم داشته باشه. بی‌نهایت ممنونم. خدمت شما دوستی گرامی مبارکتون باشه. مایده خانم مبارکت باشه. روی زن مبارکت باشه. اسماعیل عزیز و انا محمد عزیز بسیار مبارکتون. خیلی هم ممنون و متشکرم.